اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. توصیه میکنم به شما برادران عزیز و خواهران عزیز با تاریخ آشنا بشید. تاریخ درسه. در صدر اسلام مهمترین ضربه‌ای که بر اسلام وارد شد این بود که حکومت اسلامی از امامت تبدیل شد به سلطنت. حکومت امام حسنی تبدیل شد به سلطنت شام. البته امام حسن مجتبی اون روز به خاطر یک مصلحت بزرگتر که حفظ اصل اسلام بود مجبور شد این تحمیل رو به جان بپذیره. حکومت رو از امام حسن گرفتن. وقتی حکومت از مرکز دینی خودش خارج شد در اختیار دنیا طلبان و دنیا داران گذاشته شد بدیهی است که بعد هم حادثه کربلا پیش میاد. اون وقت حادثه کربلا اون حادثه ای نیست که بشه جلوش رو گرفت. امام حسین در کربلا با اون وضعش هجی به خاک و خون کشیده شد. فرزند پیغمبر اساس حمله دشمن و نقشه دشمن اینه که حکومت را از محور اصلی، محور امامت، محور دین خارج کنه. بعد خاطرش جمع است که همه کار خواهد کرد. من به شما عرض بکنم امروز دشمن قادر نیست. امروز آمریکا و بزرگتر از آمریکا به برکت ملت هوشیاری مثل ملت ایران، به برکت افکار برانگیخته‌ای مثل افکار ملت ایران، به برکت انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی ایران، نه آمریکا و نه بزرگتر از آمریکا اگر در قدرت‌های مادی باشه قادر نیستن بر دنیای اسلام امروز حادثه‌ای مثل حادثه صلح امام حسن رو تحمیل کنند. اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز در سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. مثل من کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه.